عزیز خان انا میتری فهمیدی حالا خمون نصیب باشه اینجا ما تولک پالک ما کوخ کردم گرفتم در جا موندم حالا بابی خدا با استرس خیلی نوازنده رو میگیرم میارم خمون میشتم راه توی میریم فهمیدی فهمیدم گامبا جانا یکی میگو من یکم بار کتی توی رفتستم من مثلا این پولش دا چه خیلی ای بابی خدا بای کو این مسئله در نطور ازدورای همین شب بخیر خونه نکو همدمی دیریم هی خیر نباشد سکو ایتالی میگه پلا تقسیم کنیم همه نوازنده شکو خودش همدمی دیگه خونه نوازنده رو رشاد میکنه فهمیدی و مالایش میگیره میروه تمام این مسئله دا یکم تشویش نکش پلا دکاشا پریود میتم حالا تیا برده بر قدیش برای توی درخت رقصود اگر محفول شوکو تویاش گنده بیشوره فهمیدی شل میبفمی شل زر میبفمی حاجی زنگ زد مرا گفته که حاجی اگر چی بیاید حاجی گفته که من نوازنده رو میگیرم میام پشتی خانه گفت ترس خیلی زنگ میزنم من گفتم شکی من خانه رقصا دارم گفتم قطعی رقصا میبریم گفتم علی راه میگیریم هرچی کنیم خانه دلوی راه هست درایده کی یاد داری قدیم و سستافی که توی میرفتیم کو اوه یاد ما چخیله همه هر سستاف و بخد جا اون مختگری داره چق کده لخ کده میرفتیم چق کده میومدیم چخیل زور بوده اوه چخیل رقص بازی میکنیم رادا رقص زور فهمیدی رقص همون چیزی تکی هم چخیله این نیست که عربی رقص میکردی کنم که رقص کنم فهمیدی؟ من بخاطر تو رفتستم توی نمیدم من حالی یا برده برای قیل خولده باشنوشا سگره موزیکه میبینیم مولی با پشت تیرزک زش ای وقت اومده کو اومده؟ اینه اومده مقابا نه من خودم بچه تو تا کجایی شما دم 2.5 ساعت هم شما رو تلفن میکنم آپارات همه را پار کردم خونده سر نوازنده پوازنده رو گرفتم آوردم 2.5 ساعت هم شما رو تلفن میکنم چه تلفنتان رو میبردم من خدا ببخشیش تلفن بیزوق من نفهمیدم آخه تویدار گر جر زنگ زده بیزار کرده برم خیلی جلجلکی رقصه چی میشه رقصه اینه رقصه گفتگید همینه؟ تو میتونه گنده رقص میکنه تلخت میکنه مشاق کردم میتونه رقصه هم بیا یا خیر؟ نه رقصه دختر جان سازی آخه تنجه سلامتی ها خوبه آمشه رحمت میشه اساس من گوسم بگیرم اگه نه چه ساکنی دیر مودیزم ایتم میتونه آخه مشاق کرد با درجه رقص میکنه که خدا با ایمینوی هم ریتمو خودت که گیزده رقص میکنه میتونه آخه ارغوش رفتم میتونه آخه تولک تم گیه حدا بیو که همه نوازنده رو گیرته همش سرفت تایید زوادید که مومد این عزیزه جان در دوری سرکه لباسای خودت ما تولک مامان در بخشش زیاد الان بمو گامبا جون او چی بخمون یه قطعیو در میرفتیم تو کسکه نمیموندی این توی در برای چی کسکه بونده؟ عزیزه جان حافظه قیخمون توی میرفتیم که او خطلانی خمون میخونن مردم دم میریم این بابی خودارگاه لقهی میخونه ازبکی میخونه روسی انگلیسی چخلی میخونه که همین خلق سنگ شبش میکنه همین ما کسکه میمونم که سنگ در کسکه بزنه دمنش چی؟